دوران عزیز 8 سپتامبر سال 2025 قرار دارم در شهر ترسونزاده در انگورزوری حاج اغلام جان. انگورزوری که میبینید این رستم جان، این حسینی سیاه ها، این حسینی سیاه نوع تاجیکی خودمون یک از بهترین نوع که بسیار خوشمزه است. انا اکنون خود من چشم ببینم، فکر میکنم شما با من باور میکنید حسینی به محبت بهترین انگوری دنیا حسینی سیاه میبینیم. این به مانند حسینی سفید شیرین نیست، اینم شیرین، همین اواتر بوده شیرین بگمونم. اواتر قرص میکند و با بدونه این دونه دارد. من ببینید خوشش، من هم 1.5 کیلو خوش دادگی. رستم جان، این چند پولی فروخت دادید؟ من نفروختیم، هزینه بماند. این خلادین میموند. برای زمستون فروختن بمید. دیدید که این نمیفروشد. این خلادین میموند دو وجه من. 1 2 40 سانتی متر خوش شدگی. نمیفروشه میگود خلادین میموند. انا همداران عزیز اینو ببینید. چه خوشروی. حسینی سیاه خودمون. همداران عزیز، یک جای من قید کردن هستم که شما همین تماشا کردید، دونستمونید که در پشت این مهنت زیاد است، مشقت زیاد است. برای این رو تو این درجه انگور رو آورده رسونده پول کار کردن. باور کنید کورته های من در باغ از دسته در آفتاب کار کردن است، میسوزد میلوهد کورته. همینا هم همون خیلی هستن. همین کورته هاشون عوض میشد، هر هفته کورته میسوزد از دسته در آفتاب خم شده کار کردن. سحر ساعت 4 میخزن تا ساعت 8 کار میکنن تا 29 و همین تمام ساعت 5 بیگه تا ساعت 8 کار میکنن، چون که گرم است نمیشود. لیکن در همین گرم با این زمین نگاه کنید، زمین همه سنگی است. این زمین تصفونده اینها زمین تصفونده اینو کار میکنن. باور کنید همین چمپولی که همین دهقانای ما میابد آش شود و همین دهقانای ما در سخن ما شما پر میکنن. اینو یک فیض و برکت میکنن، برده در شهر همه بازارها رو پر میکنن و قیمت از ارزان است. و اصلا من کاردار نیستم، لیکن مهنتی که این بچه‌ها میکنن، این مهنت با سخن گفته نمیشود. خیلی همین هفته بیگر تابستون همه ما شما حرکت میکنیم که کلمون یک جای سالخن در آورده در اونجا روز رو کوتاه کنیم. اینو همین گرمی جوش ده مهنت میکنن. انا بعد در تاجیکستان ما انا خیلی انگورها میشود. برای همین فکر نکنید که نسبت دهقان قیمت فروخ نه دغلی کرده گویم. اینو پوست میپرتوین، مهنت کرده پوست میپرتوین. من میدونم. همداران عزیز، این بود یک نواره از انگورزوری حسینی سیاه، انگورهای حسینی سیاه. حاضر من یک خودم با نشانتیم از نزدیک. انا همداران عزیز، این رو حسینی سیاه میگویند. از این ما حال نداریم امسال کردن در کار. یک از بهترین انگورها این انگور حسینی خودمان سیاه با مزه. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان هر یک شما باشد.